به خاطر یک صغیره جیانت شده به خاطر یک خواهر بیوزنت شده حیات دختر مرا سوزاندی به ناموس میگومی بیوگی فاریده ایتر نام بیوگی شروع شدی رنگ و روش درآمده من انتظار شدم که همین دختر تا توصیه میتی مادروار میفهمونی که دختر جان زنگ بزن خونت ویران نشوه اویلت پراکنده نشوه یکی خودت مادری نشدی که فرزند تا نصیحت کنی بفهمونی که بچم زندگیت ویران نشوه. مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی. این چی اسویتاشون خیلی بازی میکنه اسویتاکو ای خدا ای سرم تو میموری کنس کو خیلی سه چهار تا لامپچکا خری همی جا چسبونی ای دندام خدا مرو مامی یخی آدم به بودم پلامیت صدقه پل شوم خیلی کنس ای به خدا چشمم غگ رفت آمدم. ای السلام علیکم در نمیکشوی درم چشم امی سویتوی ای قیقچک تو شب زد و روز زد آخی بیا چه شما منم صدقه قدماتون کنی کدام شمال آورده شمال چی کار داری شمال نخوا شمال آدم بیارم همین یک تونه شمال می آورده برم داوچه میبدرو چه جان چوی از سویت همین سوز نمیمونه نوخی باور کن چشمم ایسو قجاله شده یا همین دگیش هم خیلی مرگت میکنم خیلی مرگت میکنم میشه کنسکی تو خیلی هم لامپچکه هم نمیخره تو با سزاکی خوبه گیرشگر سوزی خودت تینجی شیرین دخترم شکرانه الله ساز شما چی خله؟ کلینا چی خله؟ ای مادمی کلینا چی کار داری خود ما پرس کلینا کلین در کار بشه بیا خبر گیره تا کلی من همی اوچت بس کلینا چی میپرسی کلین گشت های هوی جغ وقت گره قطعه هم بوده کن راست میگه چه جانم خودت ساز باشی شیدگنه سوزی خودت تینجی سلامتی و سوزه بیشو چایکت بیارم اکا ای خیلی چویم بیاری میخورم نبیاریم خیلی نمیخورم خیلی بیاره چویکم بیار چای کدام بوم چای بیشو دای کدام تیارم قلمه شیرینه قلم داشته ببینیم که دخترمه ایشی کنسکی کجا در کردیان آخه نیستن یا مایمو سویا میده چار چکار مکردم سویا خیلی سنگی مایده که من میجنه سلام علیکم خاله جان سازین خوبه این سلامتی ساز خوب وعلیکم السلام سازی خوبی تینجی خدا شما شکر ساز چی حال دارین میشه گشتیم میگومی بیوگی فاریده ایتر نام بیوگی شروع شدی رنگ و روش درآمده اخونی شد آمدگی خیلی خراب بودی خیلی منه دراز بودی خیلی خرابی خیلی خیمچکک نبود دخترم نه فربه ها کفتکوتن خیلی نه از خیلی دو نگهبانت باشه نمیشنی نه خاله جان من برم کار میرم مایلی شما با حضور شنین چخ کنین مایل خیلی دنیا دادستش مایلی اپا مایلی ویوچا نخواهم خیلی گویشه بیوگی فوری دایتا گویشه اولی من تنها میکنه آخی باچ خیلی میگم شما گپی دروغ نمیدم گپی حق میگم راست گفتم اخی خیلی همین خونی شش اومدگی بود من نوی سیکنجا چشمش خیلی بلق اومدگی بود این او دامونده شروع شده خیلی راست میگم بلا میشن با می بیایم فهمیدی با می پلی اکای میخورن نانی اکای میخورن با بلا میشن سونکچه شبی با کرتا شبی 10 کیلو مورا جینگر بنگر شینگر این همه پلی شوی تو کنسکی تو در همین مهروی همین رفتگی ای با کاستیم سری کیف شبی چی نباشه کنیم از سومون نه مایلی خیلی چانم گویشه چی مایلی خیلی تا خیلی گرد یا 2 کیلو مهره لکتاش کشول کرده ای پلی کی ای پلی شوی کنسکی تو فهمیدی بابا سر کیفتش بودگی قریب هست کنیم 2000 سومون سونگاچش نمیگی خب تو چی اینا یا بیجوتری های 20 سومه و 10 سومه در دستت کشول این همه کرتا در عروسی کردم هرچی مهرهاش علیش کردی نو شده اوچا جان مهم همین سر و لباس نیست اکا مهم خوشبختی من رجبانی من عجب خیلی عجب بشی نمیگم اما برای یک کرتا قجم جان کنم این رجبالی کنسک یافته یا دیمونه ها تا فهمیدی؟ میدونه که تو تیلا نمیگی میدونه تو سر لباس قیمت نمیگی زنگی جون روش سفید کرده باور نکن این خنده های مردکه باور نکن فهمیدی؟ کنسک خیلی نمون گوش کن ولی نیست ای کنسک
هیچ کار نیست ما سرای بودم سرای کار رفت باجه این نصیحت توی مرا دخترم استفاده بر که من یه روز هستم یه روز نیستم الله اکبر بعد در کار میشه تا نصیحت توی من با میگه که همین اوچاکم بیدرنگ نصیحت نکن مشکل من میرم لباسم علیش میکنم خیلی قطعه چکو روز چجا نقطه گرم میکنی بستونم یارو مالش کنشون چه خیلی قطعه گار بکنی من چه شامونده خورم ده تو دیجا رنگ شد کنس کشنه یا برا یا اوشکو یا اوش بر افغانی زغیر بگوش دیگاه که تمام ما چجا خواهران مادران و اپاجونکای من برای معاش خوب گرفتن برای زندگی را تنج کردن برای پول خوب کار کردن دیگه شرط نیست که شما ای خونه‌تون ببروین در گرمی سردیختون عذاب بدین شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونید در خونه بشینید در خونه نبره توصیه کنم تلفن موبیلیتون کار فعالیتتون بیزنستون در خونه نشسته پیش برده هر ماه 3000 سر کرده تا 15 20000 تومانی پول به دست بیارید برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست یگان کسا التماس نمیکنید یگان کسا پول نمیتین دانشجو دخترکو 100% میتونید کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی شما کار میکنین در پنل تلی میتونید در شرکت فابلیک شما رو هم کار کنین و هر ماه یعنی همین 2 3 ساعت وقتتون صرف کنین در یک روز و هر ماه یعنی که اینم خیلی معاشای خوبه ما دست بیارین برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین دایرکتوری شرکت فابلیک اپای بنفشه جان نفری که تجربه کلان داره و اینمی زینه یعنی که نال با زینه یعنی که بالای برده شما را میرسونه مراجعت میکنین در واتساپ شون اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه هر یک شما را یاد میته میفهمونه و یک چیز دیگه نگفتن همون حاضر شما وقتی کار آغاز میکنین یعنی که 3 کاتالوگ 100 بالی میزنین اپای ما یک ایرا گریل شما دا توفه موندگی از جانب شرکت ما میتونیم که صاحب این توفه بشین در شرکت فابلیک کار کردن چه خوبی‌ها داره 21 روز پس شما معاش میگیرین غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه از جانب شرکت و از جانب دایرکتورتون یعنی که توفه صاحب میشین این چون این وقتی که 2 موسم کار میکنین بازینه دایرکتوری میرسین شرکت فابلیک 20000 تومانی شما را یعنی که توفه میته برای همین اپاجونکای ما حرکت کنین کار آغاز کنین و یک چیز دیگه نگفتن همونه که شرکت فابلیک خاطی شرکت ایون یک جای شدگی و هر یک محصولات با صفت شرکت ایون شما میتونید 4 5 برابر به نرخ ارزان یعنی که چرزن همین شرکت فابلیک خریداری کنین شرکت ایون هم میدونین که محصولاتش با صفتن جهانی هم برای همین حرکت کنین حاضر که گپای بنوشته در واتساپش بنویسین تا واتساپ داره پای من نکن مشکل من میرم لباسم علیش میکنم خیلی قطعه چکو روز چجا نقطه گرم میکنی بستونم یارو مالش کنشون چه خیلی قطعه گار بکنی من چه شامونده خورم ده تو دیجا رنگ شد کنس کشنه یا برا یا اوشکو یا اوش بر افغانی زغیر بگوش دیگاه که تمام ما چجا خزن نمام خزن میرم آشا تر میبینیم اینجا خربزه رنگ میگیره رنگ یعنی شوش بخونده کنس کشنه ای بیگه قطعه گار میکنی بیخی قطعه هفته ای نشه ای قصد کنه Так. Либосо маъқуло чӣ дохӣ? А? مردک جان لباسا گرفتکته همه‌اش پوشیدم همه‌اش معقولم شد مردک جان چی تا گرفته پاپشتا شکلم شد تیار کردم گفتی که کمبودی خانه را بنویسه نویسم آوردم خب برنج گوشت نبات کартошка ёзами асфоз наменависӣ مردک کلان کلان نویسم بشم پرشده чай аи тарафшам нависай тамом чизе аст насиб худо хоҳад бега мегирам ҳамаша меёбам чӣ гуфтӣ بله مردک جان به پیش رفتن یه خوش خبر بودم همین کلنک همسایه کو خب یک کمپلیتی نه و برامده او روز در همین تلویزور ما دیده بودم شه 19000 سومون خریدنش حقیقتی هم کرده قیمتی خریدگید عکسش ده حوزی با 15000 ده ای هم نمیریم بگیریم مردک زنک جون همین فرصت که شوه من حتما میخرم تو خودت ناز میدونی که خواهرچم هم میسوری گفت 3-4 ماه پیش شوهر شایدن گذشت بالای این فرزند شد دیم بوره جراحی کردن nebo 3 بوره جراحی گفتیستم مقصد امروز که من دستگیری نکنم خواهر من امروز که من برای جراحی و کوشش نکنم پول نسپرم خواهرم فرزند شاید دست بده باور که من نمیدونم که دیگه آینده خواهری من چه زندگی میکنه شوهر شایدنی و گذشت فرزند بیچارهش ندهیم 3 بار جراحی شدیسته اونم فهمیدن در کار من همین مشکلی هم از انک جان برطرف که کنم
همون کامپلکتی گفتگی تا میخرم زنک جان بازارت میبرم مثال همون چیم چی جواهرات میگن چی میگن همونجا میبرم زنک چیزی که خودت میخوای من مثال میخرم فقط همی که به من مشکلی را برطرف کنم زنک بعدم قینای یک پوم در کور زنک یک پوم در بالنیسای بوین خریدی سوسی خونه را میکنم мардак биёмон ҳамин очам роста мегатра дориву сахтӣ мекунӣ ай вақти хонатон омадам як тиловорим нахаридай мардак ӯ арӯсаки ҳамшара би дина ба туиш 1 миллион 19,000 комплектиш харидиян нахомада ҳамин хонати и қамеҷимам хизматгори хонатам қадр накунима як чалаи тило як ҳамун комплекта нагирима ҳамин фақат фарзанди падар бугу ҷиям бугу иш бугу уш бугу мо ҳамҷа бестем ҳайкалворӣ چی تشدک مورم چیز بخار گفتم ترا زنک یک بار دیگه میگم که مرا درست بفهم ما فرزند پدرم خواهرم میدونی که در کدام وضعیت های به ما همین مشکلی ها را برطرف کنم این چی نمودی گپ زدن های تی خیلی قطعی من مناسبت نمیکردی حال زندگی دا زنک جان همدیگر فهمی کردن در کار یک دیگر را فهمیدن در کار زنک یه خیلی گپ نیست زنک ما همین مشکلی ها را ما همین زندگی دا برای کی کار میکنم برای تو مردک همین دوست میدارم خولی طرف فقط میشنوم یه همش دروغ گفتیم اوچم بودم که دوست داشت یک تحفه میگیره بودم که دوست داشت یک چیزک میاره پدرکه که دل زنش خرسان شوه زنک ما طرف فهمونده استم تو میفهمی مرا یا نه تو خیلی کلت کار میکنه ما طرف گفته استم با زبانی خوش فهمونده استم که من سهر میرم در کارم بعدی کار بیمارخانه دایم بعدی بیمارخانه با تو زکاز میکنی با ما میگیری میام تو چی به مرا نمیفهمی درست در همین خانه تو در چی نمیرسه تیلا و گوشوار دیگر من گفته استم که من میخرمت من همین کار برم که بود کنم همین کمبودی برطرف شم من میخرمت همین فقط اپا میگی خواهر میگی فرزندی پدر میگی جیان میگی نوبت موقعی میرسه خواهرت کو خودش میره و کار میکنه بخچه میخره من در اینجا میستمش درد میکنم کایت من در چه درم بدروری در همین خونه تو چی نمیرسه در همین خونه تو چی کم بودی ای تو چی خیلی زنکی که تو مرا نمیفهمی درست تو دیدی استای که من روز میبرم در کارم بعدی کار در بیمارخانه بعدی بیمارخانه با تو یک گلای دیگه زکاز میکنی که این بیار اون بیار من میگیرم میارم چی با تو مرا نمیفهمی مردک یا چی میگن دویم میگیری درم هم خکی هستن نمیستم دیگه بابا هم پولش دوست میدارم میرم در خونه و چم میستم همین یعنی بریدن و نه هوا بیاون میتیم من میخرم برا تیز برا بدو دیدی با هوای تازه ایروزی امی خونه شوی امی خونه کنوس کمادی کو رنگ رو در اومده دخترمه کم کم اینم خیلی سیر گشت کردن در کار در باد و هوای تازه قطعی یک کنوس کخته پیر کرشتن در کار نیسته چه هیچی نمیخوره از کیرا چوا دخترمی خیلی گودیل مزیق نکه دخترم اگه بر زنگت زد او چامو خاراکترش نمیدونه شما که فقط گندنموسی هسته که ما خود خر کده آمدگی و در حیاتش مرا زنگ نمیزنه زنگ میزنه ام قخش رو زنگ میزنه اولی که چه کرده شده اولی هم زنگ میزنه که نگاه که چه زنگ میزنه 10 بار تلفن میگیره نمرای تو در روی اکران میبره میزنه میگه با میگه نه اولی می خستمانو میبره میزنه اولی زنگ میزنه تو زیق نشه چرا حیات کدام شکی هوای نغز میبینی او چه جیبگاه میزنه نغز میگرفتم شا بیا سمسخری رو بیم قطقمی چی نمیگذاره اینا بی امی میگه گرگانم شما گیری در غیبت حضور میشه اینا بی ای برداره نه نمیبردارم او چه یک بار زنگ میزنه با خدا برداره 10 بار زنگ زنه کی او چه نمیبردارم دیگه زنگ نمیزنه زنگ نزنه نمیبردارم او چه بی خدا میبرداره نه چیش تلفن منو میبرداری او چه برداره کچ میگش من زنگ داده لبه و علیکم السلام در باد و هوای تازه در سیر و گشت و تو کنسک وقت نداری که زن تا بر سیر و گشت بیاری فقط خواهر تا میبری و جهان تا میبری و خیش تا برو تا میبری این دختری من در خونه شما فقط برای یک خدمتگاره چیکار میکنی منه پیش آمده دیده چی دست میبری کنسک اگه میگه یک تورت میبری دست گل میبیاری ما گرزن در کجایی
الو آمدم جان هازینه وسط تا داره میکنم شد کش ده تلفن ما تلفن ما زنگ نزنه در تلفن ما ما تلفن خم ریش میکنم چه رفته او چه نمیریم سمسا خیلی بسر برام من سمر دکم زهرا و خوری میریم دیگه بعدی آواز این کنس اقلت قیمت سمبوسا میگذاره خبی او چرا بیم ای در دیگه خلای برا پیش گپ زنیم گپ دارم اکالی شب سحر میشه این کورش شپرکی تو نمیرسه به ایسو این کنس کلی و فکرم که اما ماشین دم بنزین نمیاندازه تله داده میبویه خیلی ساعت نگاه داری ای تو چی درنگ پریسادی؟ من نمیفهمم او چه وای چه خیشیده زنگ زده ما حیران شدم احساس شده زنگ زده ساز ایستاده جات فهمیدی؟ خطقه به قدر و به قیمت نکن با گفت که بیارویم دویده کره تیار نشم پشیمان شدگی ای فهمیدی؟ اکارای کردگیش مردنی پشیمان شدگی ای آبروتا قدر و قیمت در جاش بیار یه بار گفت که بیا خونه رویم دیده ست کتکت دیده پیش اوی نره اومد سلام علیکم و علیکم السلام سازی فلات اینجی چه کردی؟ یا خود آب شد ایقا غرور کردی خطا بناموس نشان دادی چی قمرده که بناموس خطا نشان دادی که نشده؟ خستی با آمدی سول کردی ما یکون بیناموسیم اومدنی ما یکون بیناموسی های خلا چه گپ میزنید خلا ما برای مسئولیت اومدم خلا برای مسئولیت آمدی؟ من گفته بودم که حالی دویده می بیایی پاچه هات او سیسر با دستکات دویده می بیایی به خاطر یک صغیر جیانت شده به خاطر یک خواهر بیوزنت شده حیات دختری مرا سوزاندی به ناموس کنسک یک چینه خریدی در دخترم دهان تا نگاه که سین سالت کلانای ما احترامت میکنم احترامت واجبه ما همچون مادر میدانمت به ناموس نگو ناموس نگی که ما دارم ممکن که 90% بعضی شما واری آدمو نداشته باشه به ناموس دویده آمدی گفتم کلی دویده میبیایی در پیش پای دخترم میغلطی فهمیدی؟ در پیش پای دخترم انا میخوای میغلطی زار میشی نگفتم که با دری خانه ما حالی 10 مرتبه میبیایی سر شد انا میخوای دویده آمدی چه کرد؟ نرفتی آخی هم پلای پچکا کرده جمع کردگی تا در همون صغیره جیانت صرف کردن گیری بیچاره دختری من میگرده گشنه و تشنه هیچ گب نه موسیک کنسک تمام کردی؟ تمام کردم چه صدقه گپی مکنم تمام کرده باشی بسیار ناس انا که بودی قد گوش که خلا اول اینکه اون صغیره نیستی مادر شایدنی و گذشتگی باشه تقا شایدنی و گذشتگی نیست تقاش بنانگ بناموسای فهمیدی دبر شای در برابر تقای بناموسش مادری بناموس داره فهمیدی او را خداوند امروز درد داد بیماری داد خواهری ما امروز بیوزن شید خدا دعا که پروردگار او نه دختر خطا بیوزن نکنه کلین داری نبیره داری خداوند نوارا بای حالت بای دردا گرفتار نکنه فهمیدی نبیره داری خلا برای همی همیشه دعاگو باش که این روزا را به سر خودت نیاره بعد میگویی که متهم شدی دویده اومدی من دویده اومدم نه من برای مسئولیت اومدم من انتظار شدم که همی دختر تا توصیه میتی مادروار میفهمونی که دختر جان زنگ بزن خونت ویران نشوه اویلت پراکنده نشوه یکی خودت مادری نشدی که فرزند تا نصیحت کنی بفهمونی که بچم زندگیت ویران نشوه من امروز برای چی اومدم؟ من التماس نیومدم برای زوره و تولا نیومدم من عریضه نویستم که من در حقیقت میخوام
ай ҳамхели зани ношикре ки ман тамоми чиза муайё кардагиам имрӯз ба хотири тилову тагал ба хотири зару зевар зиндагиро пароканда кардесаст. омадам ки зиндагима яктарафа кунам. барои ҳамин ариза навистам. ҳозир омадам ислоҳ шида боша, марҳамат мегирӣ мебарамаш. ислоҳ ки нашида боша, эра сиҳат саломат духтаракат як имзоча мемона, як имзоча. ма дар назди шумо сархам. хоб ойне ина ман имзо ман мондагиам. ибронов имзо ка ман ручка дитам то саҳара фурсат то пагара фурсат хуш рӯҳакак бихонен имзо кунӣ. хитам имзо бумон мешава. айтан духтар имзо бумон барои ки доим тавсияш метику. аммо мо ҷудо мешавем. ман намехоҳам хеле зиндагиро ки зани ношикр дав зиндагӣ боша. вақте ки шукрона намекуна, вақте ҳамин зиндагӣ норозия имзоша бимона тамом фақат амин аллоҳу акбар. تو که پشیمان شدی؟ муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ.